بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اما بعد، بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم و بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این درس به حول قوه الهی اولین ندای قرآن را برای مردم پی میگیریم، یا ایها الناس، که بارها در قرآن کریم تکرار شده و امروز با آیه 21 و 22 قرآن کریم از سوره بقره که اولین ندای قرآنی به مردمه. بعد از آن که قرآن کریم هدایتگری خودش را معرفی کرد و مردم را در قبال قرآن به سه گروه معرفی کرد: متقین، کفار و منافقین. حالا باز برمیگرده به اصل خلقت، به اصل مطلب، به اینکه همه انسان ها نزد خداوند یکسانند و از این دیدگاه اونها را بار دیگر به خداپرستی، به توحید و یکتاپرستی دعوت میکنه. ابتدا آیات 21 و 22 از سوره بقره را با تلاوتی زیبا بشنویم و سپس به شرح و تفصیل و بسط اون پردازیم. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. پس موضوع درسمون تفسیر آیات 21 و 22 از سوره مبارکه البقره است. این آیات که تلاوتش را شنیدیم، خداوند عزوجل با ندای یا ایها الذین آمنو شروع میکنه. یا ایها الناس، با ندای یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، پرستش کنید، عبادت کنید پروردگارتان را، آن ذاتی که آفرید شما را و کسانی که قبل از شما بودند، پیشینیان قبل از شما را نیز آفرید تا اینکه با تقوا شوید. الذی جعل لكم الارض فراشا، آن ذاتی که زمین را برای شما همانند بستری قرار داد، و السماء بناء، و آسمان را برای شما همانند سقفی قرار داد، و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، و از آسمان آبی فرستاد که به واسطه آن، به وسیله آن آب، ثمراتی را که روزی شما گردانید از زمین بیرون آورد. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، پس برای خداوند شریک و همتایی قرار ندهید در حالی که شما میدانید که او پروردگار شماست. این دو آیه به ما چی میخواد بگه؟ آیات را ابتدا با معانی کلمات و مفاهیم لغوی اون پی میگیریم. در معانی کلمات و مفاهیم لغوی اون اولین حرفی که در مورد توجه قرار میگیره حرف یاست و یا برای نداست. اون هم برای مخاطب قرار دادن و ندا دادن به انسان دوره، به شخصی است که در مسافتی دور قرار داره و چون
خطاب قرآنی متوجه همگان در همه زمانها و در همه مکان هاست، پس بنابراین برای ندا به دور استفاده شده، یا یعنی جلب توجه کنه همه مردم را و خطاب قرار بده همه انسان ها را در تمام اماکن و در تمام زمان ها. ایها الناس گفته شده بعد از یا ای ها برای چیه؟ برای با خبر کردن و آگاهی و اطلاع دادن. متوجه باشید ای مردم. و ناس هم همطور که در درس گذشته یا قبل از اون به شرح و تفسیر اون پرداختیم، اصلش برای چیه؟ برای نامی از نامهای انسان هست و از تحرک گرفته شده و همونطور که در اصل لغت میاد به معنای نوع و فطرت پاک بشری است که بر طبیعت سلیم خودش داره زندگی میکنه. مثل اینکه قرآن کریم میخواد با ندای یا ایها الناس فطرت‌های پاک انسانی و وجدان‌های زنده ایشون را خطاب قرار بده، نه عقل‌های منحرف و کج‌اندیششون. پس یا ایها الناس ای مردم، ای که صاحب فطرت‌های پاک و وجدان‌های زنده هستید. نداهای قرآنی را بدونیم که در کلیات دینی متوجه عموم هست و لذا یا ایها الناس گفته میشه، زیرا دین برای همگان هست و همه اصناف، همه ملت ها با تمام اختلافاتی که دارند در زبان، در جنس، در رنگ، در پوست، ولی در فطرت و آفرینش یکسانند. پس بنابراین خداوند در قرآن کریم وقتی ندای یا ایها الناس میده، حتما پشت سرش مسائلی است که به جمله مردم برمیگرده. اما بعد از پذیرش ایمان و اسلام اونجاست که خداوند تکالیف شرعی را و واجبات دینی را با ندای یا ایها الذین آمنو متوجه انسان ها میکنه، تا اینکه بهشون بگه مقتضای ایمانتون ایجاب میکنه که شما الان به این دستورات عمل بکنید. شما به عنوان یک انسان مؤمن به خدا و دین خدا و رسول خدا بیاید پیام خدا را بشنوید و اجرا کنید و عملی کنید. اما قبل از اون یا ایها الناس ای مردم، بیایید با فطرت و ضمیر پاکتون این حقیقت را درک کنید که فقط یک خدای واحد دادید که اون مستحق تمامی عبادت هاست. پس بنابراین نداهای یا ایها الناس برای همه مردم قبل از تکلیف هست غالبا، در حالی که یا ایها الذین آمنو غالبا بعد از تکلیفه و اون میخواد بگه که با ضمیر ایمانیتون الان به مقتضای ایمانتون چی؟ عمل کنید. یا ایها الناس اعبدوا یعنی بپرستید، عبادت کنید. و لفظ عبادت همونطور که قبلا نیست در تفسیر سوره فاتحه گفتیم، یعنی هر کاری، هر سخنی که موجبات رضای خداوند را، موجبات رضای الله سبحانه و تعالی را جلب بکنه بهش میگن عبادت. حالا میخواد یک فکر و اندیشه باشه که در مخ انسان بگذره، مثل اینکه انسان نیت کار خیر داشته باشه، نیت یک صلح و آشتی بین دو انسان داشته باشه، یا اینکه این را به زبان بیاره و به صورت پند و موعظه به دیگران بگه، یا اینکه عملا وارد کاری بشه، یا اینکه از مال و ثروتش چیز را در راه خدا انفاق کنه. پس بنابراین عبادت انواع مختلفی داره که ممکنه به عبادت‌های قلبی یا زبانی یا جوارح و اندام یا مالی تقسیم بشه. پس عبادت یعنی از اصل کلمه به معنای ذلت، فقر و نیاز هست به درگاه خداوند و اون هم پرستش خداوند به جای آوردن عظمت خداوند از روی تعظیم و از روی چی؟ محبت. بهش میگن عبادت. عبادت کنید یا بپرستید. و گفتیم که اصول دین اسلام و ارکان عبادت ها و جمله کلی عبادت ها در این 5 تا خلاصه میشه که به عنوان اصول دین اسلام یا ارکان دین اسلام مطرح است و اونها شامل شهادتین، نماز،
روزه، زکات و حج. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. خداوند فرمودند اعبدوا ربکم، پرستش کنید، عبادت کنید پروردگارتان را. میخواد انسانها را متوجه این مطلب بکنه که بر مقتضای عقل و فطرت پاک انسانیتون بیاید خدایتون را بشناسید. اونی که دارید عبادتش میکنید کسی است که شما را پرورش میده، پروردگارتان هست. و رب همطوری که قبلا دانستیم در اصل از معنای تربیت گرفته شده، به معنای مربی و مدبر کارها که شامل خلق و ملک هم میشه. یعنی کسی که داره اداره میکنه، خداوند عزوجل علاوه بر این که داره زندگی روزانه ما را اداره میکنه، به ما عقلی داده، توانی بخشیده که به وسیله اون بتونیم زندگی اون رو ادامه بدیم در روی این زمین. ولی اگر انسان عقلش گرفته بشه، توانش هم گرفته بشه، یک جثه بی حرکت خواهد موند. پس بنابراین خداوند علاوه بر این که این جسم سالم را به ما تحویل داده، عقل و توان هم عنایت کرده به ما تا اینکه بتونیم از این جسد استفاده کنیم. این یک نوع اداره و تدبیر هست برای زندگی ما و قبل از اون خلق ما و مالکیت ما هم مال اونه. پس بنابراین اون خالق و مالک و مدبر هست در زندگی ما. و این از کلمه رب. اما کم که به اون متصل شده، ربکم یعنی چی؟ ضمیر مخاطبه، ضمیر مالکیته، یعنی پروردگار خودتون را، پروردگارتون را. این اشاره زیبایی است به حکمت دعوت به سوی عبادت. زیرا میخواد بگه که وقتی میخوای انسانی را به کار نیکی دعوت کنی، سعی کن متوجهش کنی که این کار مقتضای عقل و فطرت پاک اونه. اگر واقعا یکی شعور داشته باشه، انسان فکرش بکنه، باید از کی تشکر کنه؟ از کسی که منعم هست، منت رو سرش داده و به اون زندگی بخشیده و اون پروردگاره، یکتاست. و اینجا یک برداشت زیبایی از این کلمه میشه و اون این که مقتضای ایمان به خدای از بابت این که ما خدای را قبول داریم و اون را به عنوان مالک تمام هستی و همچنین ما خودمون یک جزئی از هستی هستیم. مقتضای این ایمان که علمای بهشون میگن و دانشمندان علوم اسلامی بهش میگن توحید ربوبیت، توحید خداشناسی، توحید معرفت. این زمانی مفید خواهد بود و تأثیر خواهد داشت که به توحید عبادت و الوهیت کشیده بشه. یعنی زمانی ایمان من به خداوند ارزش داره که من بنده مطیع و فرمانبردار خدا باشم. وقتی من میتونم ادعا کنم که مسلمان یا بنده خدا هستم، واقعا که هر دستوری بهم داده بهش بگم چشم. این مقتضای ایمان به وجود الله آن هست که من در عمل هم چی کار کنم؟ فرمانبردار و مطیعش باشم. و اینجا بهش میگن لازمه ایمان در توحید ربوبیت اینه که انسان در توحید الوهیت یا عبودیت هم و بندگی هم همونطور باشه. الذی خلقکم، در ادامه آیه فرمود پروردگارتون را عبادت کنید. آن ذاتی است، پروردگار رو داره معرفی میکنه بار دیگر. الذی خلقکم والذین من قبلکم، آن ذاتی را، آن کسی که شما را آفرید. میخواد بر بگردونه به اصل از مطلب که همون ایجاد و آفرینش و خلق هست، متوجه بکنه که ما ملک او هستیم. آفرید یا خلق کرد و گفته شده خلق یعنی ایجاد کامل و درست. یه چیزی که درست به وجود میاد بهش میگن اونو خلق کردم. و لذا بیشتر در ابداع و نوآوری از این لفظ استفاده شده، یعنی از عدم و نیستی چیز را به وجود آوردن بهش میگن خلق. به همون خاطر در قرآن کریم در آیه دیگه از سوره بقره میاد که میخونیم بدیع السماوات والارض، درباره خداوند بدیع السماوات والارض هست، یعنی به وجود آورنده آسمان ها و زمین از عدم
و نیستی به وجود و هستی است که این فقط در توان و قدرت حق تعالی است و لذا نسبت این کار، نسبت خلق و ایجاد به هر کسی و در هر کاری روا نیست و لذا فرموده خداوند است که افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا آن کسی که خلق می کند با آن کسی که خلق نمی کنه مساوی است؟ کمن لا یخلق افلا تذکرون. و این خطاب به چیه؟ به مشرکینه. وقتی که خدایان باطل و بت‌های ساختگی دست خودشون را میپرستیدند از سنگ و چوب و طلا و نقره، خداوند با عقلشون اونها را مخاطب قرار میده که شما بیاید فکر کنید آن خدایی که آفریدگار شماست، شما و همه هستی را آفریده و این به این اعتراف دارید. چون مشرکین با تمام وضعیت شرکی که داشتن به این اعتراف داشتن که هستی دنیا همه مالکیتش مال خداست و خداوند آفریده. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، این اعتراف میکنن. و امروز هم به هر مشرکی، به هر ملحدی بگی که کی این دنیا را آفریده، مطمئنا اقرار خواهد کرد که خدایی هست. حالا این کی باشه و کجا باشه اون دیگه کاری نداریم، ولی مهم اینه که به خالقیتی معتقد هستند، یه ذاتی، یک قدرتمندی این دنیا را به وجود آورده. خب اگر اینطور هست اونی که خلق میکنه با اون کسی که خلق نمیکنه یکسانه؟ خب یکسان نیست. پس چرا انسان نباید بر بگرده به اون قدرتمند بزرگ و توانمند اصلی که اون را عبادت بکنه؟ اینجاست که گفتن اطلاق لفظ خلق برای هر کسی یا هر کاری جایز و روا نیست. كتاب الله كتاب الله مگر با چی؟ در ایجاد چیزی از چیز دیگر. یعنی ممکنه خلق دو نوع استعمال و کاربرد داشته باشه. یک کاربرد برای معنای مطلقش، یعنی ایجاد و به وجود آوردن از نیستی که این خاص خداونده، همونطور که گذشت افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. آیا اونی که می آفریند خلق میکنه با اونی که خلق نمیکنه یکسانه؟ این سوال جواب نمیخواد، بهش میگن سوال استفهام انکاریه. یعنی خداوند میخواد بگه که این یکسان نیست، همه کس هم میدونن، پس شما چرا تذکر نمیگیرید؟ اینو میخواد بگه. اما اگر که به معنای تولید چیزی از چیز دیگه است، به وجود آوردن چیزی از امکانات دیگه است، این هم در قرآن کریم از اون استفاده شده و اشکالی نداره. چنانچه میخوانیم خلقکم من نفس واحده و خلق الانسان من نطفه، یا در این حالت نسبتش به غیر الله گفتن، علما گفتن اشکالی نداره. همچنان که در خلال سوره آل عمران در داستان حضرت مسیح علیه السلام میخوانیم که خداوند عزوجل فرمود و تخلق و بیاد آور آن هنگامی که شما می آفرین یا به وجود می آوری من الطین، از گل، که هیئت طیر باذنی. چون یکی از معجزات حضرت مسیح علیه السلام این بود که با گل پرندگانی را درست میکرد، سپس در آن میدمید و به پرنده تبدیل میشد و این یک نوع خلق بود، ولی از امکاناتی که خداوند در اختیارش قرار داده بود و آن توانی روح مثلا دم مسیح که مشهور هست برای زنده کردن اموات، و این یکی از معجزات حضرت مسیح علیه السلام بود که خداوند برای اینکه ثابت کند که فرستاده خداست بهش عنایت کرده بود دم مسیح. و چون خلق اولین مهمترین نعمت خداوند هست، بر مخلوقات در ذکر آن بر همه مقدم شد. این جالب بدونیم که در آیه بعد، آیه 22 ما نعمت‌های دیگه را باز می‌خونیم که خداوند باز تذکر میده برای اینکه قلب‌ها رو بیدار بکنه، وجدان‌ها رو زنده کنه. ولی در این آیه اومده به نعمت خلق و ایجاد اشاره کرده، چون اصل و منبع تمامی نعمت هاست. الذی خلقکم والذین من قبلکم، شما را و پیشینیان قبل شما را آفرید. میخواد بگه که اون نعمت ایجاد از اوست
همچنان که نعمت امدادم از اونه. فرمود بیایید عبادت کنید. برای چه؟ علت میخواد بگه، میخواد حکمت این عبادت را واسه انسانها متذکر بشه. میخواد به انسانها بگه که این راه عبادتی که خداوند بهتون پیشنهاد میکنه واسه چیه؟ لعلکم چی؟ تتقون، تا پرهیزگار باشید، تا با تقوا باشید، تا خدا پرست باشید. گفته شده لعل در اصل لغت عرب برای ترجیه و ترجیه یعنی این که شاید احتمال وقوعش هست و احتمال وقوعش عدم وقوعش هم هست. وقتی میگن لعل کذا در لغت عرب میخوان بگن که احتمال داره این کار پیش بیاد، شاید اتفاق بیفته و شاید اتفاق نیفته. اما علما با تتبع لعل هایی که در قرآن و سنت آمده هست به این مطلب تأکید کردند که لعل در لغت قرآن و سنت یعنی در لغت وحی، چون میدونید وحی هم قرآن وحی هست هم سنت وحیه. سنت هم یک نوع وحی هست که به پیامبر الهام شده و به همین خاطر خداوند در قرآن کریم بارها تأکید کرده بر این منبع که و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس از رسول یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کنه از خدا هم چی اطاعت کرده. چرا؟ چون خدا پیامبر فرستاده خداست، جز به آن چیزی که خداوند بهش دستور میده به چیز دیگه امر نمیکنه و سفارش نمیکنه. پس لعل در لغت قرآن و در لغت سنت برای تأکید هست، یعنی حتما این کار خواهد شد. اینطور نیست که شاید بشه و شاید نشه، نه. لعلکم پس در کلام الله و رسول به معنای یقین به کار برده میشه و به وعده تحقق آن هست. پس لعل یعنی تا این که، و کم هم در ادامه لعل ضمیر مخاطب هست به معنای شما، یعنی تا این که شما. پس لعل یعنی چی؟ تا این که شما چی بشه؟ تتقون. تتقون یعنی راه تقوا پیش بگیرید، با تقوا بشید و اگر ساده ترش کنید فارسی پرهیزگار باشید. و اصل تقوا همونطور قبلا نیست در تفسیر سوره آیه هدی للمتقین توضیح دادیم، دانستیم که اصل تقوا از کلمه وقایه گرفته شده، یعنی برحذر بودن، یعنی که انسان با تقوا حواسش رو جمع کنه که کاری که خوب هست و خدا پسنده انجام بده و از کاری که بده و معصیته و خدا دوست نداره برحذر باشه، تا اینکه هم در دنیا از خشم و غضب خداوند در امان بماند و هم در آخرت از عقاب سخت خداوند و از عذاب و جهنم در امان بمونه. این بهش میگن تقوا. پس خداوند عزوجل فرمود یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا ربکم، خدایتان را پروردگارتان را عبادت کنید، الذی خلقکم والذین من قبلکم، آن پروردگاری که شما را و پیشینیان قبل از شما را آفرید، لعلکم تتقون، تا اینکه با تقوا باشید. پس سر و حکمت عبادت چیه؟ اینه که انسان با تقوا باشه. این خیلی زیباست، ارتباط این عبادت با تقواست. و اینجا ما میگیم که یه مطلب خیلی مهم و حساس، اونی که میخواد با خدا نزدیکتر باشه باید عبادتاشو درست انجام بده. ولی شیطان که در کمین انسان نشسته سعی میکنه انسان را در عبادتها سست کنه و همین وسیله میشه برای دور شدن از چی؟ از مهر و لطف خداوند. و هرچی انسان از خداوند دورتر باشه در عبادتها سست میجنبه. پس بنابراین اگر انسان میخواد به خدایی که خلقش کرده و مورد لطف و عنایت قرارش داده نزدیکتر باشه، باید سعی کنه عبادتها را بیشتر انجام بده تا اینکه همیشه با خداوند و با لطف و عنایت خداوند و در تحت لطف و مرحمت اون زندگی کنه. کتاب الله کتاب الله. بریم سر آیه بعد، آیه 22 که خداوند عزوجل فرمود الذی خلق جعل لكم الارض فراشا. حالا باری دیگه خداوند در آیه 22
خداوند رو دوباره معرفی میکنه، ولی از جانبی دیگه، از خلال نعمتهای دیگه. در آیه اول نعمت ایجاد را و خلق را که مهمترین و حساسترین و اصل تمامی نعمت هاست تذکر داد. در آیه بعد نعمتهای امدادی را، یعنی نه تنها ما را آفریده و به حال خودمون رهایمون کرده، بلکه خداوند امکانات زندگی و آسایش در این دنیا را نیز برای ما فراهم کرده. الذی جعل، خداوند اون ذاتی است که جعل یعنی قرار داده، این زمین را قابل زیستن قرار داده. جعل لکم الارض، جعل لکم، برای شما قرار داده. چی رو؟ الارض یعنی زمین. جعل لکم الارض فراشا، زمین را برای شما مردم همانند بستر، فراش یعنی بستر. و تعبیر زیبای قرآنی از زمین به عنوان بستر اینه که انسان در بستر چی میکنه؟ استراحت میکنه، خستگی روزش را از تنش بیرون میکنه. زمین برای زندگی کردن همانند بستری بسیار بزرگ آماده شده. میدونید اگر انسان تفکر بکنه در جهان آفرینش، همه جای زمین و همه این کون نمیشه قابل استفاده نیست. ملکوت و منظومه های شمسی بسیار زیادی داریم، خیلی از اینها قابل استفاده برای زندگی انسان نیستند و اگر باشند در امکانات بسیار ضعیف و مشکل. اما زمین با هوای مناسب، با زمین مناسب و با امکاناتی که در روی زمین قرار داره، از کوه ها، دشت ها، جنگل ها، بیابان ها، آب ها، رودها، نهرها الی آخری، که اگر تفکر بکنه انسان میبینه واقعا خداوند حکیم و علیم تمام استعدادها را در روی زمین، تمام امکانات را در روی زمین قرار داده تا اینکه انسانها به ذوق و سلیقه خودشون هر کس به کاری مشغول بشه و برای خودش زندگی کنه در روی زمین. پس زمین فراش یعنی بستر و جایگاه زندگی راحت و قابل استفاده انسان هست که خداوند خلقش کرده. و السماء بناء، و خداوند آسمان را همانند سقفی برای حفاظت از این زمین و از این محیط قرار داده که انسان در این منزلش بتونه با آسایش از گزند، به دور از گزند دیگران و ترس از درحله در امان زندگی بکنه. انزل لکم من السماء ماء، فرود آورد از آسمان و ریخت برای شما از آسمان آبی را. گفته آبی را به خاطر اینکه دلالت بر هر نوع آبی بکنه، هم زیاد هم کم. فاخرج، پس با این آب بیرون آورد. بیهی یعنی به وسیله این آب. الله مسبب هر کاریه، پس بنابراین سبحانه و تعالی میتونه بدون وسیله هم این کار را انجام بده، ولی میخواد بگه که کار خداوند میخواد به بندگان نشون بده که هر کاری وسیله و اسباب خودشو میخواد. این کار را باید یک درسی داره که باید روش یه ذره تأکید کنیم که انسان ها خیال میکنن وقت رزق میرسه باید دست بسته باشن، در حالی که اینطور نیست. خداوند میفرماید در زمین گسترده خداوند حرکت کنید و رزق روزی به دست بیارید، یعنی تلاش کنید، کار بکنید. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس به وسیله اون آب از دل زمین ثمراتی را که ثمرات شامل سبزیجات، حبوبات، درختان و میوه‌های اون همه اونها میشه رویانید که رزقی باشد برای شما. و رزق به چیزی گفته میشه که باعث حفظ و بقای انسان میشه. هر چیزی که میتونه بخوره و از اون استفاده بکنه برای بقای زندگیش رزق است. فلا تجعلوا لله اندادا، پس برای خداوند مثل مانند و شریک و همتا قرار ندهید، در حالی که شما میدونید و انتم تعلمون، میدونید که چی؟ که اون خداوند یکتاست که تمامی این دنیا را خلق کرده و برای شما مهیاش کرده. میدانید، مراد این است که با این که میدانید همه این دنیا و نعمتها و امکانات را الله برایتون فراهم کرده، پس چرا غیر از او را عبادت میکنید یا برایش شریک و همتا میسازید؟ پس این هم ترجمه آیه 22.
الذی جعل لكم الارض فراشا، این میشه که آن ذاتی که زمین را برای شما همانند بستری آرام و آسمان را همانند سقفی بر سر شما قرار داد و آبی را از آسمان برایتان نازل فرمود که با آن روزیتان را از دل زمین رویانید و سبز کرد. پس برای الله هیچ شریک و همتایی قرار ندهید، در حالی که میدانید تمام این نعمتها را او برایتان آفریده است. به شرح و تفسیر بیشتر از این اشاره نمی کنیم، فکر کنم کافی باشه. میریم سر اصل مطلب که همون درس ها و حکایت هاست. درس ها و نکات آموزنده را ما در چند نقطه فقط خلاصش میکنیم. یکی این که همه مردم باید به اسلام ندا داده بشن، یا ایها الناس، دین اسلام مال همه مردمه در همه زمان ها و همه اماکن. دعوت به توحید یکتاپرستی مهمترین دعوت اسلامه. اعبدوا ربکم، پس بنابراین باید عبادت کنن، یکتایی. خدای واقعی باید پرستش بشه، به خاطر اینکه انسان با تفکر بر جهان آفریدش میتونه به حقیقت خداوند و آن ذات معبود بر حقش پی ببره. حرمت شرک، فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، یعنی شریک و همتا قرار ندهید در حالی که شما میدونید همه اون چیزی که در این دنیاست ملک خداست و خداوند واسه آفریده. خداوند اسباب زندگی این دنیا را واسمون فراهم کرده، پس باید قدر این نعمت‌ها را دونست و خوب از اون نعمت‌ها استفاده کرد. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. و آخرین درس این که ارتباط توحید ربوبیت با توحید الوهیت، یعنی اینکه انسانی که خدای را خوب شناخته حتما باید خوبم عبادتش کنه، در غیر اون صورت این توحید، یعنی این نوع شناخت، این نوع معرفت هیچ ارزشی نداره. و ما باز هم به آیات و این نکته ها اشاره خواهیم کرد، چون واقعا مهمه. بسیاری ادعای شناخت خدا دارند، میگویند ما مسلمانیم، میگویند ما خدا را شناختیم، ولی در عمل ضعیفند. چرا؟ این شناخت به دردشون نخورده. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده در آیات ملکوتی و همچنین آیات قرآن تدبر کنیم و خدایمان را بشناسیم و از اون اطاعت و فرمانبرداری کنیم که خداوند عزوجل همه چیز دنیا را واسه توحید و یکتاپرستیش آفریده. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. صلی الله تعالی وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله وبركاته. كتاب الله كتاب الله كتاب الله